салом дӯстон ва мухлисони ММА, ба канали мо хуш омадед ва имрӯз мо беҳтарин хабарҳои ММА-ро ҷамъоварӣ кардаем, ки пешкашатон менамоем. Дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. тамошои бозиҳо ва муҳрибҳои варзиширо метавонед бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. даромада регистрация кунед ва бо истифода аз промокоди шермардон дар аввалин бори балансбуркунӣ баробар ба маблағи гузоштаатон то 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. силкаи даркорӣ дар комментария. дӯстон, чӣ гуна ки медонем, Дуробшоҳ Наботов, размкори тоҷик, рӯзи 14 декабр барои шартномаи UFC бо Матеус Камелио дар созмони Zekarian Zombie мубориза мебарад. با این مسابقه را یافتن دروبشو در آن است که او به نشست مطبوعاتی UFC در ابوظبی آمده. به واسطه از دانا وایت درخواست نمود که با او قرارداد به امضا رساند. او برابر لیگ دانا وایت سوال داده اظهار نمود که اگر کسی از اشتراکیان حاضر شود آماده است با او در UFC 308 رقابت نماید. بعد رهبر UFC او را دعوت کردند از نایب پرزیدنت لیگ خانتر کمپبل. دروبشو ناباتوف 25 ساله است. وی در ورزش سبک هنرنمایی میکند. استاد ورزشی MMA پانکراتیون و سامبوی جنگی است. ورزشگر 31 январи соли 1999 در ولایت ختلان تولد شده است. بعد ختم مکتب دروبشو به چلیابینسک کوچیده در آنجا جدی به MMA مشغول شد و با مشق و تمرین در تالار آغاز کرد. در مدت فعالیت خود او 9 مرتبه رقابت انجام داده. در همه آنها در 4 تایش پیش از مهلت غالب آمده است. دروبشو در لیگ های اورال FC، IMC Fight Night برآمد کرده است. سال 2017 ناباتوف قهرمان روسیه از روی پانکراتیون گردیده. سال 2019 در چمپیونات اروپایی با MMA که در ریم، ایتالیا دایر گردید، پیروز شد. سال 2020 ورزشگر در چمپیونات منطقه اورال از روی سامبوی جنگی مدال طلا گرفت. سال 2019 دروبشو در چمپیونات جهان اوید با MMA در مناما هنرنمایی کرده، اما در دوره اول مغلوب گردید. در MMA کسبی ناباتوف باری اول 13 январи سال 2018 در مسابقه سامارا MMA فدریشن و باتل اون ز ولگا دو رقابت کرده. در قوازمایی با گاجی احمد بابای با قرار داوران غالب دانسته شد. از سال 2021 او با طور منتظم در مسابقه کسبی هنرنمایی نموده. نتیجه ورزشی خود را تا نشان دهنده خوب 8-0 رسانید. روز 10 نوامبر سال 2023 او با قرار داوران بر مراد بلالوف غالب آمده. پس از اون دیگر هنرنمایی نکرده است. ماتئوس کامیلیو 2 январи سال 2001 در برزیل به دنیا آمده است. 23 سال داشته، قد 1.77 و وزن باشد به 70 کیلوگرم برابر است. رکورد ماتئوس در این حال به 8 غالبیت و 2 باخت برابر است. 4 غلبه با طریق نکاوت و 2 غلبه با طریق سامبیشن و 2 غلبه با قرار داوران. او 2 باختش رو با طریق سامبیشن گرفته است. آخرین محاربه خود را ماتئوس در لیگ تاف ان اوف 139 ماه اکتبر ضد دژانسکو سوچو گذرانید که با قرار داوران غلبه به دست آورده است. باید گفت که ماتئوس تمرین‌های خود را در آمریکا می‌گذراند و با ورزشگر مشهور تاجیک جنگاور UFC محمد نعیمov در یک تالار تمرین کرده است. به هر حال به غالبیت رسمی‌های تاجیک دروبشو باوری داریم و امیدواریم که در این محاربه دستبالا شده شرطنامه با بهترین لیگ جهان UFC را به دست می‌آورد. برای دستگیری ورزشگر دروبشو به پیش می‌نویسیم. تشکر که ویدیو را تا به آخر تماشا کردید. تا ویدیوی نوبتی، خیر دوستان.